وزارت تندرستی تاجیکستان شام 30 ینور خبر داد که در یک شبانه روز آخر در کشور 11 حالت نو گرفتار شوی شهروندان به کرونا ویروس نو کووید 19 ثبت شده است. درباره از این ویروس شفا یافتن کسی در دوام روز 30 ینور گزارش نشده است. به این ترتیب در 10 روز آخر از 21 ینور به این طرف وزارت تندرستی در عموم 213 حالت به کرونا ویروس گرفتار شدن شهروندان را تصدیق کرده است. با وجود از مریضان پر شدن بیمارخانه ها و تایید کرونا ویروس در بدن ده ها نفر از سوی آموزشگاه های خصوصی، طبیبان این را خروج موسمی گریپ مینامند و وزارت تندرستی تاجیکستان از 20 نوامبر تا 21 ینور طی بیش از 2 ماه به این طرف آشکار شدن یگان حالت نو کرونا ویروس را در کشور اعتراف نمی‌کرد. به حساب وزارت تندرستی شماره رسمی گرفتار شدگان به این ویروس از آغاز پاندمی تا شام 30 ینور در تاجیکستان به 17308 نفر رسیده. از این شمار تا امروز 17096 نفر شفا یافتند و 124 نفر متاسفانه فوت دیدند. به این ترتیب تا شام 30 ینور 88 نفر گرفتار کرونا ویروس در شرایط خانه یا بیمارستان تحت طبابت قرار داشتند، ولی بسیاری بر اینند که شماره واقعی گرفتار شدگان و قربانیان کرونا ویروس در تاجیکستان خیلی بیشتر از آمار رسمی است که وزارت تندرستی اعتراف می‌کند.